سلام بچه آروم نباشید و لیک و کامنت ها رو بترکونید. کیا منتظر ویدیو بودن تا از افسردگی خارج شن؟ سلامتی کسایی که ندیده هم کامنت میذارن هم لایک میکنن. من همیشه یه چیز کوتاهم که شده مینویسم که بی کامنت از این ویدیو رد نشم. فقط منم یا شما هم همینطوری هستین. سلامتی دیتور که 15 ساعت و داخل 1 ساعت کوچیک نکه. عاشقتونم بچه ها، خیلی زحمت میکشیم برای تولید محتواتون. حاجی مسیر نیواد خیلی سخته، اصلا مشل نمیشه بود. نیما چه تلاشی میکنه برای روشن نگه داشتن مشل، ولی اون طرف نیواد دوست دارم واکنش نیما رو وقتی میفهمه مشل نیواد. خاموشه رو ببینم نیما تلاش میکنه آتیش روشن باشه. نیواد هم سعی میکنه سنگ نوردی کنه. دقت کردین نیما چقدر هیکلش بهتر شده حاجی، ولی مسیر نیواد واقعا سخت بود. مسیر نیواد در این سخت بودنش خیلی پرمنظره قاشه این بود. نیواد میخواد به پای حضرت سلیمان برسه. واقعا دمتون گرم که اینقدر برای ویدیوها زحمت میکشی حاجی. آلودگی هوا رو نگاه شهر معلوم نیست از اون بالا. برا من سواله که خود یارو هر روز انقدر میاد بالا. برای مغازه یاد قلعه 1600 پله افتادم. حالا این همه را که اومدین چی چطوری برمیگردین؟ فقط اون جایی که نیواد گفت خیالم راحته که بلایی باشه سر من میاد. نه نیما وقتی رفیقت مهمتر از خودته. نیواد تو موقع حساسم به فکر نیماست. کاش ما هم از این رفیقا داشتیم. محمد توی این ویدیو خیلی زحمت کشید، هم باید حواسش به دوربین باشه هم خودش. عالی بود بچه هام اینجوری پر انرژی ادامه بدید، دمتون گرم. هر کی لایک کنه مدرسش فردا تعطیشه. چرا چند دقیقه دید و تموم میشه. تا قسمت بچه تو سب کنم که زود تموم شد. ما نمیتونیم تا هفته دیگه سب برن.